سلام عرض ادب. دکتر سیما هستم. من در خدمتتون خواهم بود تا با هم یه سری چیزها رو در طی چند جلسه مرور و حقیقتش علت این اه، مباحثی که با هم رو کنیم اینه که من هر چی سرچ کردم دیدم توی اینترنت، توی اه، یوتیوب، توی آپارات محتوای فارسی که بتونه بیماران رو راهنمایی کنه که یه وقت سراغ شبه علم نرن خیلی زیاد نیست. یه توضیح کوچولویی میخوام در مورد علم و شبه علم براتون بدم. حتما شنیدین این که میگن که فلان فرد گفته که مثلا قرص زردچوبه استفاده کنید و این برای کنترل بیماری اتحادیه موثر، یا فلان فرد گفته که فلان واکسن رو بزنید یا نزنید. این تجربه رو در مورد کرونا داشتیم. تفاوت علم و شبه علم، مهمترین تفاوتی که داره اینه که علم بر اساس شواهد علمی، توصیه های علمی بر اساس شواهد علمی نتیجتا میتونه با گذشت زمان تغییر کنه. یه مثال ساده براتون بزنم. چندین سال قبل کسانی که هپاتیت سی داشتن لازم بود که یک دوره طولانی درمان دارویی دریافت کنن و عملا با اون درمان دارویی طولانی مدتشون بیماریشون صرفا کنترل بشه. خب زمان گذشت، شواهد علمی جدید اومد، داروهای جدیدتر اومدن و الان کسانی که هپاتیت سی دارند، نه هپاتیت B، کسانی که هپاتیت سی دارند 3 ماه 90 روز یه دونه قرص روزی میخورن و خب بیماریشون کلا برطرف میشه. و این اونقدر ساده شده که دیگه درمان هپاتیت سی از رده پزشکی فوق تخصص گوارش داره منتقل میشه به پزشکی عمومی. و خب این کار علمی، فایده علم و هیچ جاش گفته نمیشه که مثلا آقای دکتر ایکس گفته این قرص هپاتیت سی رو به افرادی که هپاتیت سی دارن بدین تا بیماریشون بشه، بلکه گفته میشه که بر اساس شواهد علمی، بر اساس مطالعاتی که انجام شده و البته مطالعات معتبری هستن و در ژورنال های معتبر چاپ بودن، نه یه مقاله‌ای که توی یک ژورنال همینجوری علیکی چاپ شده باشه، الان توصیه میشه که این دارو داده بشه. اما شبه علم اینطوری نیست. شبه علم کاملا مسیر متفاوتی داره بر اساس منافعی که وجود داره، بر اساس روایت هایی که از قبلا هست، بر اساس هزار تا چیزی که اصلا من نمیخوام بهش بپردازم. ممکنه توصیه هایی داده بشه، توصیه هایی گفته بشه که خب به هیچ عنوان به صلاح بیماران. آدم های بزرگی تلاش کردن که تفاوت علم و شبه علم رو برای بیماران توضیح بدن و البته این راه سختیه، به خاطر اینکه وقتی که شما میخواین جلوی شبه علم رو بگیرین مجبورین با یک حجمه شدید این افراد مقابله کنید. بگذاریم از این داستان، من سعی میکنم گذر کنم، اما کاری که دست من برمیاد اینه که حداقل قسمت علمش رو براتون توضیح بدم. باز هم تاکید میکنم وقتی که مباحث علمی رو مطرح کنیم باید بدونیم که اینها بر اساس زمان میتونن تغییر کنن. نتیجتا چیزهایی که من میگم بر اساس شواهدی که تا این لحظه وجود داره. یه چیز دیگه که میخواستم بهتون بگم اینه که ما تو ایران نزدیک 40 تا 5000 نفر بیمار مبتلا به کولیت یا کرون داریم و خب تو خیلی کشورهای دیگه جمعیت‌های گروه‌های بیماران هستن که به هم دیگه کمک میکنن. شاید همه بیمارانی که بیماری التهابی روده دارن، کولیت یا کرون دارن، نتونن این ویدیو رو ببینن، اما اینکه سطح سواد علمی تک تک بیماران زیاد بشه میتونه کمک کنه که این بیماران به هم درست آموزش بدن و خب این کمک میکنه که بیماری تعداد بیشتری از افراد کنترل بشه. یه چیز دیگه ای که میخواستم خدمتتون بگم اینه که من نیاز دارم که شما به من بگین که چه چیزهایی در بین جامعه بیماران مبتلا به کولیت یا کرون الان نیاز داره که آموزش بیشتری داده بشه. خب من بر اساس تجربه خودم ممکنه نظراتی داشته باشم، اما نظرات شما کمک میکنه و خواهش میکنم که در این مورد در
مورد اینکه بتونم درست انتخاب کنم مباحثی رو که نیاز بیشتری درش داده منو راهنمایی. و خواهش میکنم تا جایی که امکان داره به هر روشی که بلد لطفاً این اپیزودهای فایل‌های ویدئویی رو که من در ادامه براتون سعی میکنم به تدریج هر زمان که وقت کردم ریکورد کنم رو به دست بیماران دیگه برسونم. واقعا کمک بزرگی میکنین اگر بتونیم سطح سواد پزشکی بیماران مبتلا به در رو یه کوچولویی بهتر. امیدوارم سالم باشین و سلامت. من سعی میکنم که هر هفته هر زمانی که فرصت کردم به تدریج از مقدمه شروع کنم و تا انتها پیش برم. در حقیقت از اینکه اصلا بیماری چی هست، علتش چیه، چقدر زمینه ژنتیکی داره، چجوری باید ازش مراقبت کرد، روش‌های تشخیصش چیه، داروها چیان، هر کدوم از داروها چه خصوصیت و چه مشکلاتی میتونن داشته باشن، فرایند مراقبت از بیماری چجوریه، چجوری میشه هزینه‌های بیماری رو کنترل کرد، چجوری میشه پزشک رو انتخاب کرد. و امیدوارم که محتوای به درد بخوری برای بیماران به جا بمونه، حداقل تا زمانی که هستم و میتونه این محتوا به بیماران کمک کنه، دردی از مردم ایران کم کنه. من شاید کار بیشتری واقعا نتونم بکنم، ولی کمکی که شما میتونید به من بکنید اینه که این محتوا رو به دست بیماران برسونید. سالم و سلامت.